و اما طب در منابع طب سنتی یا طب قدیم به این صورت تعریف شده که طب را صناعت یا شغلی تعریف کردند که در آن طبیب موظف به حفظ سلامتی فرد و جلوگیری از بیمار شدن افراد و در صورت بیماری رفع سریع بیماری در جهت ایجاد کمترین ضرر برای فرد تعریف کرد. با همین تعریف اگر که تعاریف جدید پزشکی را دقت کنیم میبینیم که بحث پزشک خانواده یا پزشک خانواده که به عنوان گلد استاندارد سلامت یا استاندارد طلایی سلامت ذکر شده و در اون پزشک موظفه که یک گروه جمعیتی انسان رو تحت پوشش قرار بده و معاینات روتین، غربالگری‌های روتین رو انجام بده و باعث حفظ سلامت و ارتقاء سلامت اونها و حتی بیماریابی بشه. میبینیم که دقیقاً در همین تعریف طب قدیم گنجونده شده و این نیست که فقط طبیب نشسته باشه در یک مکانی تا بیمار بهش مراجعه بکنه. و جالبتر این که در منابع طب سنتی قسمت علائم و دلایل بیماری ها رو که میبینیم، مثلا بحث نبض، بحث قاروره شناسی و بحث های دیگری که مربوط به مشاهده و معاینه بیمار میشه، میبینیم که اشاره میکنه به دانش اون طبیب از زمان سلامت فرد مراجعه کننده. یعنی به زبان ساده اگر توضیح بدیم اینه که یک طبیب در زمان قدیم در محلی که سکنا داشته و محل طبابتش بوده تک تک افرادو در زمان سلامتشون میدیده و نبضشون رو میگرفته، از احوالاتشون خبر داشته تا موقعی که بیماری برای اونها عارض می شده از مقایسه اون حالات با حالات جدیدشون پی به بیماری که حالا سوء مزاج باشه یا هر مسئله دیگه می برده. هم این نکته خیلی مهمه و هم هوش و ذکاوت و دانایی اطباء قدیم رو میرسونده که واقعا چطوری مثلا نبض فلان شخص رو که میگرفته با نبض موقع سلامت اون مقایسه میکرده، یا بحث های قاروره شناسی، مدفوع بیمار، عرق بیمار، حالات بیمار و واقعا نشون میده که دارای هوش و ذکاوت سرشاری بودن و به خاطر همین مسئله است که ما نمیتونیم عینک سیاه یا سفید در رابطه با طب قدیم و کهن، چه طب ایرانی و چه طب‌های دیگری که در اقصی نقاط دنیا بوده بزنیم.